یک مرد که لیلابادی ساعتی ممکن همی 11 تومن اخوجان دوشنبه اومد است ماشین خطی یکی چراغاش میموره وای نوشافی نمیدونه چی کار کنه ایسوسو نگاه میکنه که یک همین ماشین قفا یا ماشین چراغاش گیران اومده است انا میگه یک ماشین اومد قفاش میشنم در ماشین میشینه تیار میسه ماشین میگذاره قفای میره یک اون ماشین میسه اینم ایستاده او یکا اون ماشین تگیر ما گذاریم او یکا کجا میگذاریم ما حولیم بر رسیدم ملکه شما قفای من کجا میرید یک کسی که دیگه شود یک مستفید دیگه بیا نه خیر رفتشین ولی اکی بختیار بیا بگب زن بعد یک مستفید دیگه همین گوشا گو میکنه پریشان خاطر ایسوس همین سرش ویران بعد درونی ترالیبوس با میشیند لبای اکی بختیار رو میگی او جهازی میبیر رفتشین جان تسد ما تگی بلابا نمان بعد پریشان خاطر درونی ترالیبوس انا اومد بیا جورا جان بیا زیبی مجلسم یک قرصه برای این بچه دو بار میبرم اون نامه نکنیم السلام علیکم شما نغزین تینجین سلامت نغزه نامو چیه؟ صنوبر دختری؟ ها ما با بچه کده برای چیکا فتا گشتیم اینا کو قندو تا انم خیگرد یگون بچه تو لیز نمیگرد اگر کلام شوی کو اون من دور میگرزم فهمیدی؟ تو چی برانگی بچه؟ переводчик یک کسی دیگه کی این بچه خشرو بیا سلام کنیم اینجا بیا با جلوشه بیا اینجا السلام علیکم تاغا جان نغزین تیجی خوبی نام شما چی نفه چی گفت دقت نامتون چیه نفه چی گفت نام چیه صنوبر نامی بچه چیه نام تا بگو نفه نامش چی بوده افبر تو ای کجایی ایدنغره خرسک دانغرگی نامش چی بوده ای بچه نامش چیه تو ای کجا اومدی اخانه قندو این جوره منی از چه شکلات میده پول میتیم هر دومو جورا این همسی فی من مازش گوری خمایداش دو رفت همسی بوده ما قطی که آمدی اخانه قطی که خانه میری راو خاچوا مردمی دنگره که دیگه میزنیم سنابره قطی که اومدی کچوچم آتات کو اتم خونه ده دادنگره چند روزه اومدی 8 روزه یکنیم هفته ما تو میستیم جوره دایی دوشنبه 8 روز اومده آتاتا نغز ببینی آچاتا اتمه آچاتا کندو تزن این لباسه کی خری اتم پولا کی دو اتم آتات کار میکنه ها دا گجو در خونه آچات چی کار میکنه اتم کار میکنه آتات در خونه چی کار میکنه در خونه کار میکنه چی کار میکنه چی کار میکنه چی کار اوقات میکنه چی با که قرصک نمیزنی تو شما برای واه خندوش ازنه سنابر جان آتش کار میکنه یعنی اوقات میکنه آچات چی کار میکنه میخره خندو تزن
تو آچه نظم میبینی یا پولا؟ پولا. یک خرسه برای صنوبر بانو. خوش آمدید. یک گلدسته صنوبر بیا ایدنگر آمده اینجا بیا. همون بخ 84 بگو همین گل مهمان رو ده. آج جانو شما. با گل ایدن پس گیر بیا آج جانو شما. زنده باشه سلام باشه. تاغا جان سلام علیکم. چیکار شما نازمی تیزمی؟ این بخ 84 ببینید ای هفت ساله مخلص داره. شما کجا اومدی؟ ما ای خطلان زمین بستان زمین. شما مخصوص برای بخ آمدید می؟ کدام سرش معقوله؟ آرام آرام بست کدام سرش معقول؟ جنبان 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 زنده باشی. اگر بخ 84 بخ اینجا بیا قرصک استقبال میگیریم. بخ مهمونای تمامی کنار جنوبی هم وادی خطلان و زرافشان و بدخشان و ناحیه‌های تابع مرکز اومدن. شما این بزم نوروزی بخ 84 بود و با نگفته نماند که ساعت 5 دویم سیانس سرودهای تر و تازه بخ همش مایلش. بعد اونی که گفتیم ساعت 5 با دویم سیانس میشه سرودهای نو میخونی. این مایله وای خیلی گل دخترای جوانو مایلش تاغام ببینید کجا اومدن. پرسید کدام سرود معقول؟ پرسید ها یک دو سه جنبان جنبان معقولش ندیدم اونجا. جنبان جنبان الان که فهمیدیم شما با یگان سرود دیگه میدونید شما تاغا جون شما چند ساله 58 نکی دامرتون چینا رو هم نمونده گاب نیست صدقه سر اکای بخ 74 مخلص که از ما دستیم این مخلص ما اونجا شناخته کردیم تا همه کنسرت هستن نام این مخلص ولی پرسن فایز علی همین تاکه فایز علی می فایز علی واه یکس دو نام داره تمام کنسرت های بخ 84 است همین کسی خب زنده باشین سلامت باشین الهی برای یک قرطه برای مخلص دومی بخ 84 زنده باشین سلامت باشین تمام بیا سر میکنیم اکن بیا بیا ما مصلحت کردگی مردمی دنقره کردی سلامت باشی حالی آدم پس با برو جوی خواهر جان ای جوره جان میگم خشه مرحمت جنبون جنبون و من یک صحبتی آزاد میشوه کدام ای گل دخترا مخلص اشهدی بخ 84 شما این یگون سرود چه میدونی بیا مرحمت دو مصرش کی میخونه سرودی بخ 84 کی بای بیاد اینجا بیاد بیاین دو تا دختر بیا 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 باکی شما چی خواهر بیا لا یا بیا 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 اینجا بیا بیا خواهر این دیگه نه برو واه بیا ندا ها یه سلام نام شما رابیا بون نام شما دیلانگیز ایجاستون ما پیش رابیا استون بخیر تماشا کن جرا زور میبینم خب شما از کجا دیلانگیز دوشنبه شما از کجا وحدت سلامت باشین خوش اکشش نختی کی این کرد بخ 84 او سلامت باشین یگون سرودش معقول تو با کدام سرودش میدونی کی جنبان جنبان آخه این جمهوری یگون بالا داره به جمهوری چی معنی داره بیا وای گوید ها می جنبانی چیه زمین و زمانه چی رو می جنبانی زمین زمانه چی خیلی می جنبانی ای خیلی می جنبانی همین جنبان همین خیلی می کنی خان تو جنبان نگو دو بسرش خان جنبان 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 خوش رو چه جنبان قدی لرزانم مردم در هر دو چشمای شیرین آرامی جانب بناز میره یا ایستا من قدماتا آیستا تر با جنبان کی نشکنی کبلو کتا یکی میرنگز جان استادر جنبانی که کبلو که بونه نشکنه مالش می شما یکان سوری دیگر چه میدونید بخیر همین نمیدونید میخونیم گپ نیست مرام نه مالش حاضر میخونه دیگه کابل که احتیاط کنید مالش می سلامت باشین روید زنده باشین جنبون
رفتیم مرا سلام علیکم